شبنم ثریا دوباره ازدواج کرد. پیشنهاد جالب قیس الفت برای شبنم ثریا. شوهر دوم شبنم ثریا کیست؟ شبنم ثریا چی رابطه‌ای با قیس الفت داشته است؟ دلیل سرودن آهنگ دوگانه شبنم ثریا با ملکه دلهای افغانستان آریانا سعید چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. شبنم ثریا هنرمند خوش صدا، ناماشنا و محبوب تاجیکستان که شهرت هنری در میان هنرمندان تاجیکستان دارد، وی لقب صدای طلایی را در تاجیکستان از آن خود کرده است. شبنم ثریا کارهای هنرمندی خود را از مادر عزیزش شبنم ثریا نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، مادر و خواهرش فرزانه خورشید از جمله هنرمندان بی‌بدیل تاجیکستان بوده است. شبنم ثریا علاقه فراوانی به کارهای هنری مشترک با هنرمندان ناماشنای افغانستان داشته است، از جمله جاوید شریف، قیس الفت و جدیداً آریانا سعید که سرودن آهنگ‌های دوگانه آریانا سعید و شبنم ثریا بازدید میلیونی در یوتیوب را از آن خود کرده است. شبنم ثریا به بار دوم ازدواج کرده است. شوهر وی از تاجیکستان بوده است و یکی از پولدارترین مرد تاجیکستان است. جدیداً قیس الفت دوباره پیشنهاد اجرای کنسرت‌های مشترک برای شبنم ثریا داده است، اما شبنم ثریا برگزاری کنسرت‌های مشترک به بار دوم با قیس الفت را رد کرده است. این همه در حالی است که قیس الفت و شبنم ثریا سال بار کنسرت‌های مشترک را در سرتاسر جهان برگزار کردند که مورد نقد و نظر بیشماری علاقمندان و طرفدارانشان قرار گرفتند. ولی رفتار شخصی، کردار شخصی و گفتار شخصی هر کس مربوط به شخصیت خودش می باشد. من آرزوی سلامتی و موفقیت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان شبنم ثریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.